سلام عرض ادب خدمت تمام دوستان نهایت عزیز. امید که جور و صحت سلامت باشین. دوباره خوش آمدید در یک ویدیو دیگه. ما دوستان نهایت عزیز در این ویدیو بهتون آموزش میدم که چطور میتونیم کارکردهایی که روزانه کردیم با در کجا ذخیره میشود و آن را یافته بعد از او دیلیت کنیم، چون کسی که در کامپیوتر ما شما داخل نشود نباید به معلومات شخصی ما شما دسترسی پیدا کنیم. ویندوز آ را میگیریم، رن باز میگیریم، میگیم رسنت بازش میگیریم. دوستان عزیز این کارهای هست که من روزانه انجام دادیم. این را باید بگیریم کنترل ای دیلیتش کنیم. اینه که دیلیتش کردیم کسی آمده دیده نمیتونه که ما شما در روزانه چی کارها را انجام دادیم. بخیر سلامت باشین دوستان عزیز. ما را لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتان نرود.